سلام، من مسعود وثوقی هستم، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات. یه چند وقتی هستش که دارم به بچه‌های دهه 80 توی دانشگاه کارآفرینی درس میدم. کارآفرینی نه به اون شکلی که شما دارید فکر میکنید که استارتاپ بزنیم، بریم شرکت دانش بنیان داشته باشیم، اختراع بکنیم. نه، دنبال کسب و کار زدنیم برای بچه‌ها. دنبال این هستیم که از مهارت‌هاشون بتونن محصول تولید کنن، محصولشون رو بفروشن و پول در بیارن. این به نظر من از همه چیز مهمتره. خب من که علوم ارتباطات خوندم، با نگاه رسانه‌ای به قضیه نگاه میکنم، به قضیه کارآفرینی. و خدا رو شکر بچه‌های دانشجوهای گرافیک هستن و خیلی به هم دیگه ربط داریم، خیلی به هم دیگه نزدیکیم. بیشتر بچه‌هایی که گرافیک میخونن تو کار تبلیغات و فعالیت‌های رسانه‌ای مشغول میشن و من میتونم از این لحاظ بهشون مشاوره‌های خوبی بدم. ما قرار شده که در کلاسمون کار گروهی انجام بدن و بچه‌ها و در مورد یه ایده‌ای که به ذهنشون میرسه آخر ترم یه ارائه آسانسوری بدن. اولا اینکه گروه بندی بچه‌ها چه شکلی شد. من براشون وقتی میخواستن گروه بندی بکنن گفتم نرید با دوستاتون، صمیمی‌ترین دوستاتون گروه تشکیل بدید. کما اینکه بعضیاشون این کارو کردن، ولی گروهی رو تشکیل بدید. من بهشون اینو گفتم، گروهی رو تشکیل بدید که همه توانایی‌ها تو اون گروه باشه. اصلا من واسهشون فیلم شغل ایتالیایی رو مثال زدم که توش گروهه همه هر جزئی از اون گروه یه کاری رو بلد بود، یه حرفه‌ای رو بلد بود، حرفه خلافی بود ولی بلد بود. بهشون همچین مثالی رو زدم و وقتی که کار گروهی مطرح شد از وسطای ترم، جذابیت کلاس هم بالاتر رفت. توی این دوران البته بگم من در مورد ارائه آسانسوری توضیح بدم که ارائه آسانسوری یعنی این که شما وقتی که ممکنه احتمال دیگه با یه سرمایه گذار و یا مدیر یه شرکت خیلی معروف توی آسانسور تنها باشید. البته این آسانسور میتونه تعمیم داده بشه، مثلا توی یه سمینار فرصت گیر بیارید و بتونید باهاش حرف بزنید. تو این ارائه آسانسوری 3 تا چیز باید در موردش حرف بزنید. اول اینکه در مورد این صحبت بکنید که مسئله‌تون چیه، دغدغه‌تون چیه. وقتی مسئله و دغدغه‌تون رو بیان کردید، راه حلش رو بگید. راه حل رو که گفتید، چشای سرمایه‌گذار برق میزنه. اما تا اینجاشو خیلی‌ها میرن جلو. وجه تمایز شما با دیگران چیه؟ تو مورد سومه. مورد سوم چیه؟ مورد سوم مدل درآمدی از همون راه حل است. چه شکلی ما از اون راه حل بتونیم پول در بیاریم. اینجاست که سرمایه گذار به شما جذب میشه و دیگه پاورپوینت و چه میدونم کارت ویزیت و چه میدونم کاتالوگ و اینا جواب نمیده. شما با یه دیالوگ 3-4 دقیقه‌ای تونستی سرمایه گذار رو جذب کنی. حالا میتونی کارت ویزیتتو بدی، حالا میتونی شماره‌تو بدی، حالا میتونی وبسایتتو معرفی بکنی. ما اینجوری داریم به بچه‌ها آموزش میدیم که بتونن تو 3 مرحله ارائه آسانسوری بدن و وقتی که ارائه آسانسوری دادن، من به عنوان یه سرمایه گذار برای من ارائه میدم و من به جایی که بهشون پول بدم بهشون نمره میدم. این اتفاق جالبی میفته. درسته یه عالمه سوال دارن تو ذهنشون، ولی ایشالله به پروژه کلاس به پروژه های خوبی منجر بشه. این از این داستان. توی این ماجراها بودش که من چون با بچه‌ها دارن گرافیک میخونن، من دنبال این بودم که حرفای نو بزنم، حرفای تازه بزنم واسهشون. یه شغلی رو من واسه بچه‌ها معرفی کردم که شما که تدوینگری اگر این فیلمو داری نگاه میکنی، شما که نویسنده اگر این فیلمو داری نگاه میکنی، یا تولید کننده محتوا هستی یا کارآفرینی، حتی توی آینده دیگه خیلی از کارهای تولید محتوا رو هوش مصنوعی انجام میده و یه شغلی میاد بالا به نام کنترل کیفیت محتوا. این شغل، من دارم این شغل واسه بچه‌های خودم تو دانشگاه درس میدم، بهشون میگم چه ویژگی هایی داره. به شما هم اینجا قراره تو ویدیوهای مختلف توضیح بدم که کارشناس کنترل کیفیت محتوا چه کارهایی رو باید انجام بده. شما که نویسنده، تدوینگری یا هر کاری که داری تو تولید محتوا انجام میدی، دوست نداری که شغلتو از دست بدی توی آینده نه چندان دور.
میخوای همچنان تو تولید محتوا بمونی، اگر میخوای تو تولید محتوا بمونی باید کارشناس کنترل کیفیت محتوا بشی و بر محتوایی که هوش مصنوعی تولید میکنه نظارت بکنی. من اصولشو بهتون یاد میدم اینجا و با هم دیگه میتونیم حتی گپ بزنیم، صحبت بکنیم. علاوه بر این که من تجربیات کلاسمو میگم در مورد کارشناس کنترل کیفیت محتوا هم با هم دیگه صحبت میکنیم. ویدیو منو ببینید. درسته شما خودت میتونی که تدوینگر هستی نظارت کنی بر تدوین هوش مصنوعی، ولی یه سری اصول هست، یه سری نکات هستش که بخوایم یه ویدیو تاثیرگذار درست بکنیم با کمک هوش مصنوعی و ما انسان به هوش مصنوعی کمک کنیم که این اتفاق بیفته. اینجوری نه ما شغلمون رو از دست میدیم، نه کیفیت محتواها پایین میاد. با من همراه باشید. من در مورد کارشناسی کنترل کیفیت محتوا بیشتر با شما صحبت خواهم کرد. فعلا خدا نگهدارتون.